میدونید چرا اسکندر بر سنگ آرامگاه کوروش بزرگ گریست؟ وقتی اسکندر برای خراب کردن آرامگاه کوروش بزرگ رفت، با کتیبه روبرو شد که با خواندن آن به گریه افتاد و از تخریب آرامگاه شاه جهان منصرف شد. متن سنگ نوشته به این صورت بود: ای آن که بر خاک من میگذری، بدان و آگاه باش که پای بر خاک کسی نهاده ای که در تمام زندگی نگهبان نیکی بوده و جز به اندیشه و گفتار و کردار نیک با کسی رفتار نکرده. بدان شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بیگناهی نشده است. بدان که سرزمین پارس بسیار گسترده بوده و در تمام این گستره هیچ کس توان زورگویی بر ناتوانی را نداشته. بدان که ارتش من ارتش رهایی بخش همه انسانهای ستم دیده بوده و من بدون چشم داشت به تاج و تخت همواره یار و پشتیبان ستم دیدگان بودم. پس به قاس نیکویی های من این یک وجب خاک را بر من ببخش. لایک زدن این پست با مفهوم فراموش نشه و برای میهن دوستان بفرستید تا آگاه شوند. شاید دیگه هیچ شاهی به بزرگی کوروش بزرگ ایران زمین به خود نبینه. بنویسید زنده باد کوروش بزرگ شاه جهان. برای آگاهی بیشتر از تاریخ نهفته ایران زمین، تاربرگ ایران باستان رو فالو کن.